آثارخانه ملی تاجیکستان در همکاری با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در شهر دوشنبه بخشیده به هفته علم، نمایش و کنفرانس علمی جمهوریوی در موضوع دستاوردهای علمی علماهای تاجیک در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان را برگزار نمودند. در چرابینی نمایندگان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولین کمیته عاید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. از ضمن افتتاح نمایش رهبرت آثارخانه ملی ذکر نمود که در اساس سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوران صاحب استقلالی مقام و منزلت زن در جامعه باز هم بلند گردیده. همین است که امروز نقش و سهم زنان و بانوان در رشد و پیشرفت تمام ساحه‌های حیات خلق کشور از جمله در رشد علم و فرهنگ خیلی نظرات میباشد. واقعا سهم زنان خصوصا در رشد علم و معارف، فرهنگ، تندرستی بر اعلی به نظر می رسد و آن طبق معلومات های آماری که به دست داریم امروز در جمهوری تاجیکستان از حساب زنها 133 نفر دکتران علم، 1124 نفر نامزدان علم در ساحه‌های گوناگون فعالیت می نمایند و تحقیقات های نظررس هم دارند. امروز می بینیم که سالهای صاحب استقلالی زن تاجیک به تحقیق پیریخ‌ها مشغول است و در بلندی بیش از 4500 متر به تحقیقات های دشوار و خطرناک مشغول هستند و صاحب دستاوردهای زیاد علمی نیست در این جاده. دستگیری و راهنمایی‌های رهبرت عالی دولت و حکومت کشور باعث آن گردید که سال از سال شماره علماها افزایش یافته، نقش آنها در جاده علم‌های جامعه شناسی و گومانیتری مثبت ارزیابی می‌گردد. در نمایش زیاده از 500 عدد مصوره‌ها، دیپلم و سپاسنامه، جایزه‌ها، اختراعات، مکافات‌های دولتی، حجت و عکس‌ها و کتاب‌ها پیشنهاد شدند که فعالیت پرثمر علماهای تاجیک و سهم بارز آنها را در عرصه علم وطنی و عمومی بشری نشان می‌دهد. در این چاره‌بینی از جانب محققان و دانشمندان، دایره وسیع کارشناسان، علماهای موفق کشور و خادمان دولتی در موضوعهای گوناگون معروضه و اندیشه‌رانی‌ها صورت گرفت. نمایش دستاوردهای علمی علماهای تاجیک در سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تا 25 اپریل ادامه می‌یابد.